3 نخبه ایرانی، ترکیه‌ای و مالزیایی دانشمندان جوان جهان اسلام شدند. صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. این رویداد به مناسبت 1500مین سالروز میلاد پیامبر رحمت و در راستای حمایت از نسل نوآور و آینده ساز جهان اسلام برگزار شد. علی‌رغم همه دشمنی‌هایی که با ملت ما، با کشور ما و بعد با جهان اسلام داره انجام میگیره، حرکت هم ایران اسلامی و هم جهان اسلام رو به جلوه، رو به پیشرفته و متوقف کردنی قطعاً نخواهد بود. این 3 دانشمند از میان 1002 نامزد معرفی شده داوری و انتخاب شدند. دانشمندان جوانی که در ابتدای درخشش مسیر علمی خودشون هستند و زیر 40 سال تا زمان داوری سن دارن رو برای مدال دانشمند جوان بررسی بکنیم و مهمتر از همه این که این تحقیقاتشون واقعا بر اساس علم نافع باشه. هر 3 اتفاقا در حوزه سلامت عمدتاً کار کرده بودن. فرآیند داوری 1002 اثر این جایزه 1 سال به طول انجامیده. چالشی که برای سرطان وجود داره معمولاً به این علت هستش که بیماران پس از دارو درمانی دیگه به دارو جواب نمیدن و یه سری ژن‌ها هستن که نقش دارن در این مقاومت‌های سلولی و اومدیم با در واقع تنظیم اینها و متوقف کردن این مسیرهای درون سلولی کاهش بدیم مقاومت سلولهای سرطانی نسبت به داروها. من هم در حوزه مقاومت دارویی در زمینه سرطان فعالیت رو تحقیق میکنم و خوشحال میشم که با دانشمندان ایرانی در این زمینه همکاری داشته باشم. احساس میکنم که این جایزه خیلی مهمی هست که یه جورایی مشابه جایزه نوبل در کشورهای اسلامی هست و خیلی به من انگیزه میده برای تلاش بیشتر. 3 دانشمند جوان جهان اسلام علاوه بر دریافت مدال برتری از هدیه $10,000 و استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی ایران نیز بهره مند خواهند شد. مرتضی ارزانی، خبرگزاری صدا و سیما.